ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان عزیز. حالا از برنامه تازه انگارها گفتار 14 را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچک ها شنوید. بناگاه در دهلیز خوابگاه شور و قیامی برخاست. دواده و صدای پای شیرشیر باران را پخش کرد. مرد که به نظر من مستی لایق می نمود خواطر کشیده با یک چالاکی حیرت آور خود را به بیرون زد. من از سراسیمگی پای اوریان از پس او تاختم. اول چیزی را صرفم نرفتم. دهلیز پوری آدم و سرغوغا بود. آه و ناله دختری گوش را می خراشید. نوری کوپکنه زن را به مابین گرفته سوی برآمدگاه شتافتند. سهراب و رحیم بیگ گویا به تگ زمین در آمدن، از آنها نشانی نبود. ناگاه چشمم به نسیم افتاد که یک میله موی بریده در دست مضطرب حال راست می ایستاد و از انگشتان دست راستش خون می چکید. خیریت، به خودش کارد نرسید، گفتند دخترهای وحشت زده با آواز لرزان و جبر دیده را به خوابگاه در آوردند. یک بار دیگر گویا به دنیا آمدی. این جوان جانش خرید. دست زن را نمی داشت، کارش تمام بود. لقمه پرتافت کسی. دمی کرد به انگشتانش برخورد. بابای زنبور از سازنان آمد و خواطر آمیز پرسید: چی گپ شد؟ موی زیبای دندان طلا را برید. جواب داد کسی. کی؟ در چهره موی سفید تحیر نقش بست. یک زنکی مست، چشمانش چنان بدهیبت کی سزای سرش. غرغر کرد موی سفید. چند کرت گفتم که قدمت دانستمون دختر. به مردمی بیجاگرد علاقه نکن. به من پیسخند زد. خیریت بینیشنه بریده است. تو چی قهرمانی کردی؟ وی به نسیم روی آورد. رو دستت را بشوی، دارو بیمول. مویشه به خودش بده، یادگاری. رحمت شاه از شستشوی برگشت. به میلیسه خبر دادن لازم، گفت او و مرا از عالم خیال برآورد. تناب این چپ دست ها را سری وقت نکشند، پگاه لباس های دیگران را می دوزند. خیز آشنا، یک جای می رویم. اگر تشویش و اضطراب سنجش و امتحان سپاری را به حساب نگیریم، تحصیل خوب بود. به گفت معلم صبوری حاصل مهنت یک ساله را از غلبیر میگذاریم و به سوی قله دویم روان میشویم. ولی رحمت شاه روز و ساعت میشمارد که کی امتحان ها به آخر میرسد.
وی 2 سنجش را تعجیلی سپارید. در خانه او را مادری پیر، زن و 4 نفر سیاهسری میراثخوارش این چنین کارهای زیاد انتظار است. باید خانه ها را تعمیر، برای چاروا کاه ذخیره کند، هیزم و خوراک 1 ساله خانواده را هم آماده سازد. رحمت شاه از روی ننگ به دانشگاه داخل شده است. در جوامد او درس یک معلم جوان را تحلیل کرده بعضی کمبودی‌هایش را آشکارا گفته است. اول صاحب معلومات شو، من 5 سال جگر خون کرده دیپلم گرفتم. آموزشگاه را به زور تمام کردی و خودت را عالم می تراشی. طعنه زده است معلمی جوان. 1 سال دیگر همراهتان می خوانم بچه ها. بعد تحصیل را غایبانه دوام می دهم. گاه می گوید او و خیال آمیز به صورت اهل عیالش که بری دیوار آویزان است می نیکرد. در عکس مادر و زن و فرزندان نگاه گرمشان را از رحمت شاه نمی کنند. کمپیر بسیار غم می خورد. با اوچی بچه ها هم مشکل، کار و تشویش خانه و کلخاز، تربیت فرزندان. او سخنش را با هزل انجام می دهد. در جوانیش پیر می شود. پروا نکن، باز جوانترش را می یابی. لقمه می پرتاید رحیم بیگ. دیگرش نصیب نکند. خیال آمیز پیچ راست می زند رحمت شاه و به صورت اشاره می کند. بچه ها رو بین. 1 نگاه، 1 خنده، 1 سخن، 1 تار مویشان از 100 زنی جوان اولادتر. تو ساده‌ای موی سفید، ملامت آمیز می گوید رحیم بیگ. زنی جوان هم بچه می زاید. بهترش کیف و صفا کرده بگرد. عقل و هوشی تو بچه مدام پابند کیف و صفاست. غرغر کنان می گوید رحمت شاه. شکم بزرگ به مقصد نمی رسد. به فکرم تا حال یگان جایت را مورچه نگزیده است. برابر امتحان سپاری ما به سفر تیاری می دیدیم. الکی نام گروه همون معلوم، پرستو. بچه ها در تخت پشت کرته های کاریشان با حرفای کلان این نام را نوشتند و با هوس آن را پوشیده به سیر می برایند. از روی نقشه پیشکی ما باید رفته برای ساکنان 1 دهه دوردستی کوهستان که از ترمه و باران کلبه هایشان ویران شده است، خانه بنگاهی طبی بسازیم. کار خیر می شود، می گوید معلم صبوری صرفه کنم. در روز تنگی دست فتاده را گرفتن صفت بهترین انسان است. تمام اجدادهای شما تنها درباره کار خیر فکر می کردند. دخترها در شهر می مانند. آنها دور مهنتی را در کارخانه بافندگی می گذرانند. این بر رحیم بیگ تومن نفارید. به دخترها آنجا رفته چیکار می کنیم؟ آدم دیوانه می شود. به دماغ گفت وی. قیس الکی از دکتر خط گرفته است. کار کردنش ممکن نبوده است. او عیارانه خندید. من هم علاجم را می یابم. روز دیگری این گفتگو خبری ناخوشی رسید و مثل آن که به خانه مورچه ها آب ریخته باشند همه بی سرانجام شدند. از شعبه ملیسه درک دادند که در راه ورزاب از صدمه ژیگولی 1 دانشجوی هلاک، دیگرها سخت مجروح شده. کی باشد؟ بچه ها به قیافه کرخت و از غایت ترس رنگ پریده یکدیگر سوال آمیز می نگریستند. هیچ کس جواب عمیق داده نمی توانست. واقعا از بین دانشجویان چند تن ماشین دارند و این لحظه هر کس بیشک درباره شخص نزدیک خود می اندیشید. به خیالهای عذاب آور می رفت.
از یکدیگر پرسیدن مرادی حاصل نمی شود. اندیشمند گفت بابای زنبور که بعد شنیدن ناخوشی بیقرار شده بود. رفته با چشمتون بینید. من و رحمتشاه راهی شدیم. نسیم هم شریک گشت. در ایستگاه نزاکت به ما رسید. سر و رویش عرقشار و مویهایش مثل حالش پریشان بودند. چی گپ شده است؟ هراسان و کنجکاوانه پرسید او و با رویمالک عرقهای گرد لبانش را پاک کرد. چیزی را شما از من نهان می دارید؟ رنجش آمیز گفت او. تشویش نکش، تینج است، گفت رحمتشاه و نزاکت را از راه برگرداندنی شد. اما او یک روی کرد. اینجا ایستادن برای او عذاب علیم است. رفته بیند، دلش آرام می گیرد. آهسته گفت نسیم. ماشین به همه ما شناس در کنار راه می ایستاد، ولی آن به کلاهی غیجیم و لختی سرخچتاب که سالیان زیاد تگی برف و باران مانده است شباهت داشت و هیچ کس باور نمی کرد که دیروز این ماشین نو بود. در شفت ماشین 2 نفر ناظری راه و یک جوان تقریباً 25 ساله جای فلاکت را چین کرده روی کاغذ چیزی می نوشتند. مگر آنها از این خیل حادثه ها پردیده شدند که در قیافهشان بی‌پروایی، بیغمی هویدا بود و به ما نگاهی نکردند. شاید پین داشتند که ما نیز راهگذر کنجکاو یا تماشاگری هنگام طلب هستیم. خوشحالانه سرگرم کاری خود بودند، ولی شوخی هایشان به گوش من نهایت دغل و بی‌معنی می رسید. سرودی یک نواخت دریای ورساب آن لحظه مثل نوحه مادر حزین و غم آلود بود. به ماشین نزدیکتر شدم و دلم را دشت شد. بدنم را لرزشی فرا گرفت. نفسم تنگ شد. آخر روی راه و جای چرخهای ماشین خون آلود بود. این خونی کیست؟ کدامش هلاک شده باشد؟ همراه آنها باز کی بوده است؟ پرسیدم از خود. به خیالم حالا همه در سر همین اندیشه را داشتند. نگاهم از روی ماشین و خاک و سنگ خون آلود کنار راه لغزیده به نزاکت برخورد. وی هیکلوار راست می ایستاد و گویا ماشین دشمن غدارش باشد. با کراهت به آن می نگریست. چهره وحشت زده دخترک آنچنان رنگ پریده و پراندوه بود که رحم کس را می آورد. نزاکت چند هفته باز مثل آدمی راه گم زده خجل و سرخم می کشت. خود را از شناسا کنار می گرفت. چهرهش تراوت و زیبایی پیشینه‌اش را گم کرده در آن نقش غمی گرانی به چشم می رسید. او امتحانها را به زور سپارید. سببش مثل روز به همه روشن. رحیم بیگ در این روزهایی که از روی عهد پیشکی باید توی و عقد نکاح می کردن از وی درسترش از طفل بطنش روی تافته دنبال دوگانه لطافت را گرفت. بار این ننگ را برداشتن برای دخترک البته آسان نیست. سخنهای نشتردار همدرسان، طعنه و ملامت مردم، آبروی پدر و مادر و شأن پایمال شده خود را اکنون فکر می کند و اذیت می کشد. وی به تلواس افتاده مثل مرغ پای سوخته به 4 طرف می دود و نمی داند که سرش را به کدام دیوار زند، دادش را به کی عرض کند. یک ماجرایی که پیش کسی لب گشاید زبانش و اگر خاموش استد جانش می سوزد. این رفتارت آشنا از روی آینه جوانمردی نیست.
دینه هنگامی نانوشته به وی دوستانه گفت رحمت شاه همه پدر و مادرش هم می دانستند. خرج چی؟ چشمانش را عیارانه بازی درانده لقمه پرتافت رحیم بیگ و مسخره آمیز خندید. رحمت گویند که من چند ماه با دخترشان گشتم. انصاف هم در کار آشنا؟ رحمت شاه آتشین گشت. وجدانت عذاب نمی دهد؟ اقلا به کودکش تهمت نزن؟ رحیم بیگ این مراتبه بلند بیشوبه به حال رحمت شاه خندید. تو چرا اینقدر غمی او را میخوری؟ گویا پدرش باشی. او میفهمی اگر من کودک همه این بزیمه گیرم قهرمان پدر میشوم. چهره او به جدیت مایل شد و در قعر چشمانش آتشکی برق زد. وی قامتش را به طرف رحمت شاه خم کرده خصومت آمیز غرونگید. اول از پس پسری رئیس دویده؟ تو این را نغز میدانی و باز گپ میزنی. کودکش. آواز رحیم بیگ به غضب آمیزش یافت. گفتم که دخترها شناس نابودش کن. ابله راضی نشد. انا فهمیدی گناهکار کی بوده است؟ خودش. ای موی سفیدی گرنگ. رحیم بیگ ریشخند زنان دست افشاند. 10-20 نزاکت نسخه از پس من می دود. تو غم همی اینها را بیهوده نخور که پیش از عروست پیر می شوی. تو ناانصاف. با کدام رو به دختر گفتی که طفلش را نابود کند؟ اول اینکه این کردار از روی قانون و شریعت آدمکشی حساب می یابد. دوم اینکه وی این ابلهی را بکند تمام عمر بی‌ذریات می ماند. با پیکر و آواز لرزان گفت رحمت شاه. من براستی پکر گشته مثل آدمی افسون شده نگاهم را از رحمت شاه نمی کندم. وی شاید از بیمداری اکنون به پشتک کرسی تکیه کرده کرخت و قهرآلود به سقف خانه چشم می دوخت. این گپا به یک تین نمی ارزند. عیارانه چشمک زده باز گفت رحیم بیگ و از جایش خیست. علاجش را می یابم و آب به لب جوی برابر می شود. نازبردارها هستند. ماشین گرفتن لازم. او ناپسندانه از در برآمد. ماربازی. بی دماغ پیچی راه زد رحمت شاه. همین هم آدم و صاحبی دیل. پگاه دیپلم می گیرد آموزگار می شود. نازبردارش کی؟ دیکن؟ نزاکت هم ابله بی عقل. رحمت شاه خشمگینانه پیاله را روی میز چرخاند. به دام این مکار بی مغز مفت افتاد. لختک بازیچه. اکنون سگ برین عذابش را می کشد. بیگاه کاسه صبر نزاکت مگر لبریز شد که در حضور همدرسان از گریبانی رحیم بیگ داشته او را کشالاکنان نزد دیکن برد. کسی نمی داند که آنجا به سری چی مصلحتی آمدند. لیک همه یک گپ را می گویند. بعد این خیل دلسیاهی نهال زندگی آدم هیچگاه درست ریشه نمی دواند و میوه شیرین نمی دهد. حالا نزاکت مگر یارای راست استادن نداشت که از ماشین دورتر در سایه چنار با احتیاط سری پا نشست و با کف دستان رویش را پناه کرد. الحال پای بردم که وقتهای آخر او مدام کرته وسیع می پوشد تا که آدمان طفلی بطنش را پای نبرند.
насим аз мошин чашм намеканд ва бо ангуштон пешониаш ро мепалмосиду чини ҷабини ӯро то рафт афсунтар мегашт. раҳматшоҳ гирду пеши мошини маҷрӯҳ тор танида, шишаҳои шикаста, ҷойҳои маҷахшудаи онро даст кард. баъд аз тиреза сар халонда дид ки рӯи нишастгоҳ хуни зиёде рехтааст. ӯ бо ҳарос худро қафо кашид. ҳатто бо кароҳат аз мошин рӯй тофт. тарафи нозирони роҳ равон шуд. ин ҳодиса кай рӯй дод? пас аз андешаи зиёд лабони хушкашро бо забон тар карда беҳолона пурсид ӯ. 3-4 соат пеш, бемайл ҷавоб дод як милиса ва бо ситеза пурсид. пурсидану донистан шарт аст? ҳа, ин мошини ҳамкурс рафиқи мо. пичиросад раҳматшоҳ. кӣ ҳалок шудааст? онҳо акнун ба мо, дурусттараш ба назокат зеҳн монданд. шофираш ҷо ба ҷо. сақич хоида фориғболона гуфт ҷавон. ниҳоят тез омадааст. бо сурати аз сад баланд. худашон, духтарҳо маст, магнитофон бетаҷриба. мошин безабон аст, лекин меъёр дорад. нафаси чуқур кашида уғурид милисаи шоф буруд. 3 нафари дигар ҳам сахт маҷрӯҳ шуданд. беҷогардӣ нопокӣ фалокат пеш меорад. духтарҳо низ ҳамдарсҳои шумоанд? кунҷковӣ кард ҷавон, вале касе ба ӯ ҷавоб надод. ҳамаашро аз табобатхона фаҳмидан мумкин. гапро кӯтоҳ кард милисаи шоф буруд. боз сӯи шаҳр баргаштем. дар сояи дарахтони саҳни табобатхонаи шикастабандӣ ҷо ҷо одамони зиёд, марду зан, пиру ҷавон меистоданд ва аз байни онҳо чеҳраи шиносе дарҳол диққати маро ба худ кашид. ин марди таҳамтани ба обутоби сурхинарӯй падари қайс буд, ки дасти чап дар кисаи пиҷак бо салобат ин тарафу он тараф қадам ниҳода ба 3 марди каллаҷунбони атрофаш, ки зоҳиран худро беҳад ғамгину мусибатзада вонамуд мекарданд, таскиномез мегуфт. худаш зинда мондааст давлати калон. мошин кирои гап не, боз наваша, аз ин беҳтараша мегирем. рафиқаш ҷувони марг шуд. пичиросад якӣ. ҳа, насибаи зиндагиаш то ҳамин рӯз будааст. луқма партофт падари қайс ва паси гардани ғавсашро, ки гӯё равған молида шуда буду дар шӯълаи офтоб ялтирос мезад, кафмол кунон илова кард. бахту насиба бинед ки вай мошин ҳай мекардааст. назокат, ки карахту бемадор рост меистод, чашмони ҳаросону пурандӯҳашро пӯшида як таккон хӯрд. раҳматшоҳ рамӯзгирона худро ба тарафи ӯ афканд ва аз китфонаш бародарвор дошт ки наафтад. духтарак оҳиста нолаи талхе баровард ва барои он ки фиғонашро касе нашунавад, пушти дасташро газиду дар ҷояш нишаст. ману насим ҳам хостем ки ба ӯ мададе расонем. аммо чӣ мадад? сарҳисобамон гум, чанде болои сари онҳо рост истодем. аз чашмони зебои назокат қатра қатра ашк даровида, рӯи рухсораҳои заҳиртобаш лағжида ба доманаш мечакиданд. ӯ мисли одами захмин нолишкунон ва бо овози ларзон пайваста
یک گپ را تکرار می کرد: نامرد، مرا مابین راه پرتافتی. هوای و هوس ماشین آخری آخران سرت خورد. خیرت در همین لحظه از کجای گلسارا پیدا شد. وی نزاکت را به آغوش کشیده خیزان و در گوشش چیزی گفته سوی درختزار برد. رحمت شاه قامتش را برداشته نفسی چقور کشید و چشمان حوض آبش را از ما نهانی با دستروی پاک کرد. به اطراف نظر افکندم. بعضی ها ظاهراً همدردانه قسم حیرت آمیز به گوشه چشم به ما می نگریستند، اما از پدر قیس و همراهانش نه پی بود و نه حیدر. گویا زمین آنها را به کامش فرو برده. روز دیگری چیله تابستان تابوت رحیم بیگ را از مردخانه برآورده به دیه گسیلانیدیم. در مراسم تنها نزاکت و لطافت اشتراک نداشتند. شبانگه نزاکت سخت بیمار شد و ماشین یاری تعجیلی او را بیمارخانه برد. از روی گفته ها پای و دست و قبرغه های لطافت هم شکستند و او همراه دوگانش در پلات شفت قیس می خوابیده است. از این دیلی کسی نسوخت. گویا همه این پیش آمد را می دانستند، بلکه چشمدار بودند. شما از برنامه تازه انگارها گفتار 14 را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچک‌ها شنیدید. برنامه را اینها آماده نمودند: راوی قطبیه اکرامی، کارگردان برنای نظام، صدا بردار امام علی زیایف. تنصیحت و خانه آباد باشید.